در دوره اسنشال لینگو شما به ضروری ترین مکالمات انگلیسی مسلط میشید. یاد میگیرید چطور خودتون رو در موقعیت‌های مختلف معرفی کنید و با افراد دیگه در موقعیت‌هایی مثل کار و دانشگاه ارتباط بگیرید. Hello. سلام. I am. اسمتون رو بگید. I am John. I'm a. شغلتون رو بگید. من یک دانش آموزم. I'm a student. در مورد خانواده و دوستانتون صحبت کنید و اونها رو با ظاهر و شخصیتشون توصیف کنید. A sister. یک خواهر. A brother. یک برادر. برای تلفظ این صدای تیش که در زبان فارسی نداریم، نوک زبونتون رو بین دوتا دندوناتون قرار بدید و صدای ز رو در بیارید. You aren't his uncle. شما یا تو عمو یا دایی اون نیستی. But they're not your friends. She's not my sister. Sister. She's not my sister. She's not your friend. با ساعت و تاریخ‌های مختلف آشنا میشین و یاد میگیرید چطور یک قرار ملاقات رو با دیگران هماهنگ کنید. ماه اول January. ژانویه January. ماه دوم February. When is your wedding ceremony? مراسم عروسیت کیه؟ My wedding ceremony is July 5th or it is July 5th. فراموش نکنید توی لینگو خبری از گرامر و روش‌های تدریس سنتی نیست و همه مطالب رو در قالب مکالمه یاد می‌گیرید. با محتوای شنیداری و پادکست‌ها دقیقاً به مکالمه‌ای که در یک کشور انگلیسی زبان انجام میشه مسلط میشید. Excuse me, what's the time? It's 10:15. Thanks. Do you have the time? Let me see. Yeah, it's 10 after 2. 2:10. Thanks. سوال‌ها و درخواست‌های مؤدبانه یکی از موضوعات بسیار مهمیه که در موقعیت‌های مختلفی در روز به کار اون میاد، مثل فروشگاه، سوپرمارکت، بانک یا موقعیت‌های اینچنینی. شما در این دوره یاد می‌گیرید چطور یک خرید رو از 0 تا 100 انجام بدید و درخواستتون رو به طور مؤدبانه با کسی مطرح کنید. حالا اگر بخواید درخواستتون مؤدبانه‌تر هم به نظر برسه، میتونید از این فعل استفاده کنید. Would like. حالا اگر بگم من مقداری انگور میخوام، وارد یک مغازه بشم و بگم مقداری انگور میخوام، نمیگم I like grapes. میگم I would like some grapes. یکی از نکاتی که موقع سفر چک میکنید آب و هواست. شما در این دوره با آب و هوایی مختلف آشنا میشین و یاد میگیرید چطور راجع به آب و هوای مورد علاقتون صحبت کنید. بگید اینجا ابریه، اینجا مه غلیظه، اینجا لغزنده است و در آخر یاد میگیرید چطور یک آدرس رو از کسی بپرسید این نزدیکی‌ها یک فروشگاه، پمپ بنزین یا یک بیمارستان کجاست و چطور از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، مترو یا اتوبوس استفاده کنید.